شنوندگان و بیننده های عزیز، امروز جماعت تبریکاتی شهنان در دهه مهرآباد در خانواده در جشن توی ختنه اولاد کلان اسدخان حاضر هستیم. امروز در خانواده سنتکه زیبایتی ختنه عزیز جان را و البته پدر مادران خاندان را ترسون بابا، مصطفی خاله، حامد بابا و خورسند خاله را در روز خورسندی نبیره تبریک میگوییم. همراهی شمایان به هم میبینیم. امروز تبریکات را از نام امجان عزیزشان قربان عمه تشکیل کردیم و پیشکش شما میکنیم. بابا باشید با شبکه شهنان رفتیم. جان پسر نخل جوانی باش زیبی بوستان، میوه های شکرین ده از تو امیدم کوان، رس به قدری نورسی تا بر کمالات رسی، زانکی دوری نورسی توست دوری امتحان. یک جوانی شوکی بین خلق بالا کرده سر، با سرافرازی پدر گوید که من دارم پسر. مهمانان عزیز، باز یک بار دیگر از نام صاحب تویان همه شمایان را خوش آمدید میگوییم. قدمهایتان را نوری دیده تاج بر سر میخونیم. مهمانان عزیز، همه ما و شما شادی شریک این خاندان شده ایم. همه ما و شما برای تبریک کردن عزیز جان پدر و مادرش آنا جان و بابا جان هایش آمده ایم. مهمانان عزیز، ما برای عزیز جان پدر و مادر عزیز جان در اینجا یک سورپریز تیار کرده بودیم. برای همین مهمانان عزیز، اگر شما آماده باشید در زیر قرصک‌های شمایان گروه تبریکاتی شهنان را روی صحنه می‌خوانیم که برای تبریک کردن عزیز جان آمدند. مرحبا. سلام ایدین، سلام نوری دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده، سلام ماست پیک عاشقانه، سرود است و درود است و ترانه. السلام علیکم پدران، مادران، زن بانوان زیبای سمرقند عظیم، مردم دهه آهلی کن میرانکول و آقصای عزیز. یکایک شما را به امروز روز خورسندی، به امروز این لحظه های شادیانه اولاد کلان اسدخان و خانواده سنتکه زیبایتی، به ختنه عزیز جان، به ختنه نبیره های ترسون بابا، مصور خاله، حامد بابا، خورسند خاله، به هر یکی شما خوش آمدید. کیفیت اعلا اشتهاهای تام میگوییم. عزیزان، برای ما لازم می شوند صاحب تویان امشبه همراهی عزیز جان خردکک، بابا جان های عزیز، آنا جان های مهربان. مرحمت، ترسون بابا شما را به صحنه تکلیف میکنیم. حامد بابا مرحمت، مصور خاله، خورسند خاله شما را به صحنه تکلیف میکنیم. البته سنتکه زیبایتی همراهی عزیز جان، همه کس نزدیکتر میستیم. امروز ختنه را روزی خورسندی را برای شما مبارک باشد میگویم. مرحمت، توی ها مبارک. ما هم قریب از صدف شده، نزدیکتر میستیم. مرحمت، ترسون بابا، حامد بابا، خورسند خاله مرحمت، خورسند خاله همیشه بی خدا شو. مرحمت. مرحبا، سنتکه زیبایتی نزدیکتر میستیم. مادر مهربان، مصور خاله زاد روز مبارک. امروز ختنه جان از نام قربان عمه تبریک میگوییم. مادر مهربانی خاندان ما صحت سلامت باشد. ما چکلی کوزیسی را آشکار کردم. اولین بار من فکرم در خاندان اسدخان بار اول در خاندان ترسون بابا مهمان شده بودیم. بعد از آن هر روز و هر سال در خاندان اسدخان مهمان هستیم. از شناختنم، از دانستنم این اولاد کلان اسدخان بسیار هم مهمان دوست، مهمان نواز، انسان های با فرهنگ و با معرفت هستند و همیشه میخواهند در روز خورسندیشان یار و دوست و خویش و تبار و نزدیکان همراهشان باشد. برای امروز در این کاشانه زیبا هم ببینید که همه انسان های به دل نزدیک هستند. خدا کند که ترسون بابا، مصور خاله، امشب عزیز جان ما انسان های یک با نفوذ شده، مانند باباهای خود، مانند ترسون بابا، حامد بابا، مانند پدر، مانند اولاد و نیاگان خود یک انسانی اصیل شوند، نامبردار شمایان شوند. ایزی پای بابا راضی کننده در آینده ساحه میلیسیانری با کار کند و البته همیشه در خدمت همین اهل و اولاد باشد.
میگوید نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد. نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد. جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگی تر دارد. پسر در کوی عشق رفته چه پروای پدر دارد. پدر در کودکی از شوق دل دست پسر گیرد، با امیده که در پیری پسر دست پدر گیرد. امروز ترسم بابا از دادکش هم مغزش شیرین میگوید. امروز انسان خوشبخت‌ترین هستید شما حمید بابا که من همه انسان‌های به دل نزدیک برای تبریک شما آمدند. امروز نبیره عزیز خدمت‌های دارد، دوامچی سلاله شما یا در آینده از پیشش فخر کرده. انا همین نبیره من، انا همین را من دعا دادم، من تربیت کردم، گفتم برای هر دو باباها نصیب کند میگیم تا ها مبارک باشد. البته برای آنها جان‌های عزیز مصور خاله، برای خورسند خاله این روز خورسندی را مبارک باشد میگیم. خورسند خاله صادریز مبارک، روز تولد را از نام زیباییتی از نام سنادک تبریک میگیم. همیشه صحت سلامت سایبان سری فرزندان شده گردید. امروز روز خورسندی خدمت‌های فرزندی عزیز برای شما مبارک باشد. فرزندان میگویند اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر و مادر. بیا بی بام و نام و در دعا گیر از پدر و مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر صبح. بخندد بخت تو یک سر دعا گیر از پدر و مادر. فرزندان میگویند ما در شاهراه زندگی از پدر مادر دعا گرفتیم. هر باری که پیش پای پا میخوریم با دعاهای نیکشان سرمان را بالا برداشته همیشه از پس زندگی هستیم. آنها هستند که ما غم نداریم، آنها هستند که ما در دنیا از همه انسان‌های بای هستیم. عزیز جان خدمت‌های مبارک انسانی نیکنام شده باید هستید. خدا خواهد مکتب خوان شدن میکنیم یکم صنف. البته بعد از ختم مکتب با بهای اعلا خدا خواهد به دانشگاه‌های دولتی در آمده نامبردار ازبکستان شده. از پشت تو دو باباها دو آنها پدر مادر فخر میکردگی انسان شوید. کلام شوید چی میشه عزیز جان؟ ملیسا انا یک خرسک زنیم کسبی بابایش را میگفته نه پلیسیانیر کلام شود. خدا خواهد آن جانهای عزیز در تکی چی میگه که نبیره کلین هزار علی خوانده نبیره کلین رو پیشواز گرفتن برای شما یاد نصیب کند میگویم. امروز برای عزیز جان میگویم پسر جان ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرو. ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرو. با ادب باش و دم از کوی انسانی مرو. حرمتی مادر پدر کن حق است تو بدان. حق پرستی پیشه کن بر کوی ناحقان مرو. امروزتای مبارک بزمی زیبا مبارک ترسم بابا مهمانان رو خوش آمدید میگویم نبیره را تبریک میگویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز همه‌تون خوش آمدید. من امروز سببگوری این و نوری ما الان نوری ما کلان شود سردش درد نبیند. مکتبای کلام را خوانده پدر و مادر بابای بیوش خدمت نکردگی شود خلق آمدگیتون در رحمت. السلام علیکم علی جماعت شما در نوری دیده و نایبایی و اینجا سننا زیبا اولا همه عبد جان دیگر سلامت کلام شما خدمتگار وطن شما هیچ وقت در نبینم کسی کمر نبینم اما وقت راهش کشاب باشه در آینده فقط ملیسا شوید خدمت خلق کنم. رحمت سلامت باشد. دعای نیکی باباها رو گرفته گردن البته به همه آرزوها میرسند. مرحمت مصورای خلق یاتوی نظر رو میشنویم. السلام علیکم مهمانای عزیز هردو نزدیک آمدگی افسویا حضرت داود بابا یا مدد کنه هم ماه مونده همه خیلی کسل نشده ای نشده گرده هم یک اتو روزای نگذده شو آمده پدرگاهی ما نه من گپا ما همشه گفتم اینو دا من آمدگی ما 45 سال شد میرم خلا نونش خورده سر 5 سال افسویا داشتم کلون شدن دو دختری رسیه کدگی ها دخترکان درکی دور های بی جایده باشن ساق باشن سلامت باشن اخصای رو میگن میرانخولی اومد میرانخول بیا میگن اخصایی اومد او من گفتم من جای زندگانی من انیش کرد که اینو دارم خب رحمت شما فرزند کوهستان همراهی اسد و همراهی ترسم بابا
البته همیشه صحت سلامت باشید. هر کجا که هستید حرمت و اعتراف انسان ها برای شما زیاد است. البته خورسند خاله مرحمت یتوی نظر میشنوید. اولا قربانتون باید برای دیگر خوش اومده نوری دیدن تاج سر که من بابای اونها گفتن منم گپوی اینو وقت میشون این پیری به دولت شود جای اونهای بابای اگر چی اردو دار نیورم ایلوی نیورش برسه زیبای هم سنت کت پوشه پیر شود شما ما خدا قوت دیا همه وقت صبح سلامت باشه اهل جماعت کتی همه وقت خودو پایمون شرگرده رحمتی کلام حسین جان رحمت سلامت باشند. زیباییت تبریک میگم دو پدر و دو مادر. شما امروز از همه انسان خوشبخت‌ترین هستید. چنین پدرها چنین مادرها دارید. یک زن باشد اینقدر خوشبختی برای زن البته میارزد. البته خوشبخت‌ترین عائله را برپا کرده ایستاده در آینده انسان‌های نمونه‌وی شده برای نسل نورست یک عائله نمونه‌وی میوردگی هستید تا آخر الان خیلی باشید میگم مرحمت. شامده با درباره ماها امروز روزی سنتی پسرچم عزیزم همه گفتم با رحمت کلام مامک من بیلوام دادم من بیمم همه وقت صاف سلامت باشم حضور نوره کشمت بگم رحمت کلام از شما رحمت سلامت باشند. از جان پیش من بیام کنیم. السلام مهربان عزیز شدیدتون خوش آمدیدتون من بابا جانم ماما جانم دادا جانم بی جانم تبریک میکنم سبت داره من تو مشون معرفی خورم من تو کریم بیارم ای مالادیس امروز خطتای گذشت اکنون نوبت کیرین آوردن. السلام علیکم استاد اسدов سرور اولاد کلام اسدов ها معرفت و فرهنگ را در همه جا بالا می‌دارند. مرحمت نزدیک رسید ما باید هر جاشون بیستیم تا نیتوی نفس رو شنویم. مرحمت کلام گشته یک سوال اومد که من میروکلومی اخصویی میگفتم ده یک تا جواب باید شما زنی ترسیده تمام تمام زنی ترسون همه اخصویی هم میشه هم میروکلوم میشه هم میگه گفتنی هستم که وقتی که همین دو قوله نو یک کروش نامت هی وقتا همین میرون خود آمده کار کردم در همین قشلاق سه خانه بودو یا که نبود یک چول من امروز به ماشین آمدم چون که عرق نمیشونم گفتم بودم ده همون پیش نوانگینا گراج پر آمدم این خانه که نگو خانه بچه ترسون این خانه که این مغازین بچه ترسون ایستا بیام میگن که این خانه ترسون این الهیم انا میخواد بخت سزاوار شود چشم دی باید نرسد الهیم هر یک انسان البته زیرات خود را دوام میده که انسان میخواهد که فرزند عالی جناب شود ترسمرا کتی مساکنم خدمت کلام کردم حضوری آدمی نیورها بینید این نیورها معلوم این رقصایی ندیده همین معلوم چشت نپره میشن نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل ندارد کارا آمد کند حسین جان دایم خدمت کنم سلام باشید تشکر سلامت باشد. توی مبارک برای اولاد کلانی اسدов توی ها رو مبارک باد میگیم. امروز مصور خاله خورسند خاله هر زن خاندان میخواهد اولا اعتبار بعد از اون گلدسته های زیبا را از همسرش قبول کند. امروز باشد ما دو گلدسته داریم میبینیم که در نزد اینقدر گواهی مهمانان همسران باباهای عزیز برای آن جان ها تحفه میکنند در خدمتوی نبیره مرحمت گلها را به دست باباها میسپاریم به دست آن جان ها میسپارند خودشان. توی ها مبارک باشد. مرحبا
مبارک باشد. و البته در اینجا دو تار داریم. سر اول همراهی ترسون بابا، همراهی مصورای خاله، همراهی عزیز جان شیرینی را میبریم. بعد از آن یک جای همراهی حمید بابا، خورسند خاله، همراهی عزیز جان یک آیلش شیرینی را میبریم. از آن تناول میکنیم. بعد از آن میرقصیم، خورسندی میکنیم. مرحمت. تار سر پیشتر میگذاریم. مرحمت. شاید تو تایید شدید تار من در اینجا اپراتورهایتش میرن. مرحمت. داره ترسون بابا، مصورای خاله، مرحمت. عزیز جان داره تار. Счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье. مبارک باشد. زادروز مبارک، ختنتای مبارک. مبارک باشد. Все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشد. تایها مبارک. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды много взрослее. Лик сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! مبارک باشد. Радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения! Любви до в окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. بهم نوبت بر رقص و بازی اکنون شب معرکه زیبا و گلگون. بخوان حافظ سرودی عاشقانه به مقصد میرسد اولادی از صدف ها. البته حمید بابا، ترسون بابا از صحنه رفتنش نیست. و در اینجا استاد صنعت، استاد عزیزی ما که سرودها را با یک درجه اعلا میرسانند. البته شهرت خیومزاده که برای ما تکلیف کردن و روی صحنه خواندن شرف است. برای شمایان سرودهای شوق و رقصی را می‌سرایند. یک جای می‌رقصیم، خورسندی میکنیم. تویها مبارک. از صحنه رفتنش نیست. مرحبا. می‌بینید که امروز خیلی توی زیبا، توی خوشروی در همین روز دو زادروز خدا خورا، زادروز همسایه من. اگر زن آتش نمیشد خام میمانده ما، نورسیده و بیکام میمانده ما. برای همین زنها و خدا صحت سلامتی برمی سری بچه‌ها ساق سلامت باشند، اصلا درد غم نبینند، فقط صحت سلامت باشند، همراه ما باشند. رحمت. تشکر. مرحمت. استاد صنعت امشب برای شمایان سرودهای شوق را برای شما می‌سرایند. می‌رقصیم و خورسندی میکنیم. تویها مبارک باشد. مرحمت.
دوستوی مادرم دلسوز مادرم گنجی یکارم خوشی خورم گنجی یکارم خوشی خورم مادرم جان مادرم ای مادرم جان باز آمدم به کوی توی ای مادره که جان و دیدی من فدای تو باز آمدم به کوی توی ای مادره که صاحب جانم سرای تو مادرم جان مادرم ای مادرم جان باز آمدم که با سر زنم بر مزار تو باز آمدم که با سر زنم بر مزار تو ای مادره که ساعت جانم سرای تو ای مادره که جان و دلی من فدای تو مادرم جان مادرم ای مادرم جان
آن ماینا رسیدن دامن کشالم میرم گلها را چیده چیده گلها را چیده چیده عزیزان امروز ما در خانواده اولاد کلانی اسدوف ها در خانواده سنتک مهمان شدیم. امروز روز خورسندی ختنه‌های عزیز جان را جشن زادروزی مادران را همراه شما به هم دیدیم. با ما باشد با شبکه شهلان خود را احتیاط کنید. رحمت.